دیگر سخنهای قبیح گفتند. سپس جدا شدند. پسرم این را درست فهمان؟ ایجی از من به مرد اکگی کنگویان خواهش کرد. این دختر نیتی بد ندارد اصلا، اما مرد خطا فهمید. همینطور آنها جنگ کردند. همش همین، یعنی شما صمیمیت گفتید. تو به کار آنها دخالت نکن، بیمان خودشان حل کنند. بله پسرم، پدرت راست میگوید، تو دخالت نکن، دور ایست. ریزو، در آخر این هم شد. دیروز من برابری قطع شدن این نیکو خورسند شده بودم که از این بلا خلاص خوردیم گفته. از کجا؟ آمینه پستر، یگان کس نشنود. یکی میشنود؟ در خانه بغیر از ما کسی نیست. جگزور، ولی احتیاط نیمی حیات. آنها صاحبی نوی این خانه اند. بی احترامی کردن به تو نمیزبد. گوش کن، خانم سوزن به تو کی بود؟ خانم نیلگون هم همان. بیهوده دهانت را مانده نکن. این کار اینقدر هم آسان نیست جناب ریزا. خدا چیزی که نداشته باشد همان میشود. خانم سوزن کجا و این خانم کجا؟ هر دو را به هم دیگر برابر نکنید. به خدا که خانم مجیده هم مثل تو پرتکبر نیست. ریزا، ها، همش یک سو. کمی گوشی دخترمون رو بکش. چرا؟ چی شد؟ آخر با اون بچه بسیار صحبت میکنن. به خدا این به من معقول نیست. با قادر؟ با قادر. ریزو، با او صحبت کن، التماس کمی پدری کن. این کارو از حاضر پیشگیری نکنی، فردا خدا میداند که چی میشود. گپ میزنم. در اینجا سگ را بندی نمی ایستد. خیر، صبر کن فاضل. با پولم باید هوشیار باشم. حالا چند مدت در اینجا میمانم معلوم نیست. فاضل، به من بیهوده این طور نگاه نکن. چی باید از سوزن پول نگرفته در کوچه آواره میشدی؟ در باغها خوب میکردی؟ ای بچه، دنیا بیرحم است. بین، هم خون خودت، جان خودت تو را در یک دقیقه فروخت. اگر غمت را خودت نخوری، کسی غمی تو را نمیخورد. عقلت را به کار درار. کمال، ما در حجره کهنه شما نمیستیم. خاطر نشو، مهمان خانه را آماده کنندم. آیزه دار شده. خودم رو کم چه خیلی حس میکنم. 25 سال میشود که تنها خوب میکنم. نفس کسی رو به خود نزدیک ندیدم. شرط نیست که سراسیمه شویم نیلگون. تو اول آماده شو، به محیط نو عادت کن. قدیر،
با فکر تو تقویم در کجاست؟ میدونم جزای او همین است، ولی غمگینم. هیچ کار داری اهمیت ندی. شما از من چیزی رو پنهان میکنید؟ نه. انیق شما چیزی رو پنهان میکنید. هر دویتون زبان یک کرده اید. یعنی حالا حسرت تقویم باید حیاتش رو به ترتیب درآورد. اگر ما آرام استیم و او چیزی نگوییم، او احمقی هایش رو، سفسطه هایش رو زیاد کردن میگیرد. بین تا حال کاری ندارد، بیکار خوجه است. بله درست، اما آخر تقویمون است. فکر نکرده نمیتوانم. فکر نکن. بسیار خوب. از روز اول دراز کشید. البته پدر دارید. صاحبی اصلی رو راندید و هوا باشد کیف و صفا کنید. آفرین. در حقیقت آیله داریم. بله آیله داریم. اگر سحر برخیزیم یگان چیزی باز نمی شود. خوب نیست؟ خوب نیست. اگر من به حیات تو عادت کرده نتوانم، آموخته نشوم، پس من به حیات تو عادت میکنم. میدونی که در اصل ما یکدیگر رو تماما نمیشناسیم. آیدی من تنها یک چیز رو دانی کفایه است. تو را دوست میدارم. دیگرش مهم نیست. من هم تو رو دوست میدارم.